اصل چهارم، پنجم و ششم فصل اول قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با من مارسل تلاش. اصل چهارم: 1. آزادی ایمان، وجدان و آزادی اظهار عقیده مذهبی و جهان بینی مسئول از تعارض است. 2. اجرای بدون مانع مناسک مذهبی تضمین می گردد. 3. هیچ کسی نباید برخلاف وجدانش به جنگ مسلحانه وارد شود. جزئیات بیشتر را قانون فدرال تنظیم می کند. اصل پنجم: 1. هر فرد حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله گفتن، نوشتن، تصاویر بیان داشته و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است معلومات کسب کند. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار توسط امواج صوتی و تصویری تضمین می شود. سانسور صورت نمی گیرد. 2. محدودیت این حق‌ها مفاد قوانین عمومی و مقررات قانونی مربوط به حمایت جوانان و حق مسئولیت از حیثیت فردی تعیین می کند. 3. هنر و دانش، پژوهش و آموزش آزاد هست. آزادی آموزش رفع پابندی به قانون اساسی نیست. اصل ششم: 1. از ازدواج و خانواده تحت حمایت ویژه قوانین دولت قرار دارد. 2. پرورش و آموزش کودکان حق طبیعی پدر و مادر و عمده‌ترین وظیفه آنهاست. مجموعه دولت بر نحو اجرای آن نظارت دارد. 3. جدا کردن کودکان از خانواده علیرغم میل کسانی که واجد حق تربیت آنها هستند تنها به موجب قانون امکان پذیر است. آنها هم مشروط به این که اولیا از عهده وظایف خود برنیایند و یا کودکان به دلیل دیگر در خطر اهمال بی‌توجهی واقع شوند. 4. هر مادر حق دارد از حمایت و مراقبت جامعه بهره مند شود. 5. کودکان خارج از نکاح باید قانوناً برای تکامل جسمی، روحی و موقعیت اجتماعی خود از همان حمایت برخوردار باشند که کودکان حاصل از نکاح از آن بهره مندند.